أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله این الخالق و الخلاق می باشد. خالق و الخلاق این آفرنده می باشد، از نیستی به هستی آفرنده می باشد که کسی چنین آفریده نمی تواند. این را خالق می گویند. خالق، آفرنده، خلاق بسیار زود آفرنده و با شکلها و با خیلها مخلوقاتها را می آفرد. الله خالق در قرآن آمده است در سوره حشر: هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. و اینچنین خلاق آمده است. الله گفته است: اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. الله آفرنده می باشد و اینچنین دانا برای آفریدن می باشد. خالق از نیستی انسان، الله از نیستی به هستی می آفرد. چه خیلی که الله در سوره انسان گفته است: هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان در این عالم وجود نداشت، یک چیزی که به یاد آورده شده نبود. الله از نیستی به هستی آفرید. این را خالق میگویند. کسی از نیستی چیزی را به هستی آفریده میتواند؟ البته نه. برای من الله خالق است. الذی خلقنی فهو یهدین. ابراهیم میگویند که آن اللهی که مرا آفرید پس هدایتم کرد. برای همین الله چگونه موجودات ها رو، مخلوقات ها رو می آفرد و با بهترین شکل و با بهترین نوع. آفریدن الله در خشکی ها، پرنده ها، حشرات ها، حیوانات ها رو می بینیم که با بهترین شکل و منظر دیده می شود که این دلالت به الله آفریدگار می باشد. و در بحرها می بینیم که تمام ماهی ها با تمامی آن مخلوقات هایی که در درون بحر زندگی می کنند. برای من الله خلاق که بسیار آفرنده می باشد با بهترین شکل. امروز می بینیم که بعض شخص ها مثلا ماشین ها رو می سازند و سپس دیگرگون می شود چون که در وی عیب دیده می شود که با رفت زمان از وی بهترش رو می آفرند، می سازند و درست می کنند. اما الله یک بار انسان رو خلق کرد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله میگه با بهترین شکل آفریدیم که این کسی مثل انسان آفریده نمیتواند، حتی اگر علم این زمان پیش قدم باشد هم. برای من الله خالق می باشد که از نیستی به هستی می آفرد. الله با یک کلمه کن فیکون تمام مخلوقات ها رو آفریده است، مگر انسان را، آدم علیه السلام رو با دستش خلق کرده است. جنت الفردوس، جنت العدن رو با دستش خلق کرده است. عرشش رو با دستش خلق کرده است. برای من الله دیگر مخلوقات ها رو انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و از این مخلوقات ها میبینیم که الله انسان را با تمام آفریدنش مخلوقات هایش برتری داده است. ولقد کرمنا بنی آدم. الله میگوید که ما انسان را، فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم که تمام این مخلوقات ها فرمان بردار هستند بر انسان تا که انسان الله را عبادت بکند. اما کلمه
خالق، خلق، آفریدگار نیز به یک معنای دیگر آمده است که تسییر میگویند، دیگر گشتن. که مثلا انسان بعضی استاها دوردگرا میگیرند و از چوب تریزه یا در راست میکنند که خلق النجار الباب، که این تحویل دیگرگون کردن می باشد. برای من الله گفته فتبارک الله احسن الخالقین، آن ذاتی با برکت است که یعنی بهترین خلق کننده می باشد. برای من یک شخص یک چیزی رو می سازد، درست می کند، او دیگر از یک چیز دیگر چیزی رو تبدیل داده است، نه اینکه از نیستی به هستی آفریده است. از نیستی به هستی آفرنده این اللهی به همتا می باشد. حتی والله خلقکم و ما تعملون، الله می گوید که شما رو الله خلق کرد، آنچه که شما می کنید این آفریدگار الله می باشد. برای من ما از این نام الله چیزی رو میگیریم که ما باید الله رو پرستش بکنیم. الله سزاوار عبادت است. الله گفته است در سوره بقره یا ایها الناس، در قرآن الله گفته است که ما شما رو ای مردم الله رو عبادت بکنید، زیرا الله شما را خلق کرده است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای مردم الله را، پروردگارتان را عبادت بکنید، پرستش بکنید، زیرا شما را از نیستی به هستی آفرید و امتهای گذشته را آفریده است، شاید که شمایان تقوا به تقوا صاحب گردید و بهشت جاودان منزل شما گردد. این بود شرح مختصری نام الله الخالق و الخلاق می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.